سلام. بورد پوکو ایکس 3 بروه که ریبالش کردم و این قسمت رو هم یه فویل آلومینیومی زدم روش که انتقال حرارت خوبی داشته باشه و حتما اینجا هم خمیر سیلیکون اضافه میکنم که حرارت و دمای سی پی یو منتقل بشه به هیت سینگی که روی بورد هست. اینجا فیلم رو قطع میکنم و وقتی که روشن دستم کامل شد و روشنش کردم دوباره از روشن بودنش هم فیلم میذارم. اینم کامل شدهش.